موضوع از این قراره که من میخوام برم ولچرخی شبانه. با من آماده شید تا بریم ولچرخی. من کتونی ها من پوشیدم و بده بشیش میریم موتور رو روشن کنیم بریم بشیش. آقا من موتور رو برداشتم که بریم یه شب خیلی پر انرژی رو داشته باشیم. بده شد باشیم هوندا 125. آقا ما لایتمون هم گرفتیم 4 نخ لایت. کی میاد به خاطر 4 نخ لایت ساعت نزدیکای 2:30 شب بیاد تو خیابون؟ اونم کجا؟ 4 آفتاباد. بده 66. آقا الیاس میاد. آقاش یاد نره والا. هی خدا خندک زرد درگان. حاجی اینجا یکم خطرناکه ولی خب اینجا پای جا به جا کنم. آقا آره خطرناکه ولی خب آقا الیاس نترس. الان مشتاق باید اینجا میبود میگفت ولی خب نیستش. ساعت 2:30 شبه. ساعت 2:30 شبه. حاجی کجا بریم؟ بریم آزادی، بریم اکباتان، بریم حاجی یه فکر دارم بریم اشکان درکه، بریم شبه. بذاری زنگ بزنم. ببینم ساعت 2:30 شب آقا میاد. البته بالا برجک اگه بخوادم بیاد ولی خب آقا اشکان هم جوابگو نبود و اینکه مجبوریم بریم فقط بچرخیم. ولی خب میریم با هوندای 125 مون. این سفیده واسمنه بگم، این سفیده واسمنه. سفید اصل ژاپن. یعنی فیکه حاجی ولی خب ژاپنه. مهم اینه ژاپنه. اینجا یه پلیس راهنمایی رانندگی من بچسبه تموم ها. پلیس راهنمایی رانندگی من بچسبه آقا گیر سپیچ. اوه آقا هنوز که هوا سرد نشده. چجوریه بعضی پشت موتور هودی میپوشن؟ قضیه چیه؟ پس چرا من با تیشرتم ولی من موتور سوارم؟ حتی نه من موتور سوار نیستم. 3 بار تصادف کردم. ولی خب موین موتور هست. وای دلم خواست ولی ولش کن مهم نیست. آقا لایته داره تموم میشه. لایته داره تموم میشه. بریم موتور رو روشن کنیم آقا قبل اینکه راهنمایی رانندگی به ما بچسبه. آقا الان به نظرم موقع فراره حاجی. فرار به هر دلیلی. آره یه فرار. بریم. آقا الیاس موتور رو روشن کرد. هوندا سی‌دی‌های اصل ژاپن. آقا اصل ژاپن این موتور داره میه. رفتم یا اول ما تاریخی وقت شب چیکار میکنه؟
فقط به مقصد برسیم. خلاف میریم، یه تیکه خلاف مشکل نداره. به مولا یه تیکه خلاف مشکل نداره. به مولا یک راه مونده. رسیدیم به مقصد بعد از کلی گاز. حاجی گربه هم میترسا، دومش هم داره تکون میده ولی نمیدونم قضیه چیه. من احساس میکنم اونقدر که اینا چت میکنن اینا هم چت کردن حاجی. به مولا نگاه گربه رو اصلا معلوم میشه؟ نمیشه، داره خودشو میخورونه. به مولا حاجی برگام من یه فکر بک زده به سرم. حاجی گربه داره میفته دنبال گربه. به مولا حاجی اینجا بدون اچکان حال نمیده. به مولا ما دیگه رفع زحمت کنیم، دیگه باور رفع زحمت کنیم. گربه رو نگاه، گربه سلام علیکم. گربه سلام داد به مولا، یه سلام علیکم. سلام علیکم السلام به مولا. گربه ها دارن دعوا میکنن حاجی. به مولا اینو نگاه، به مولا که یه رو داری. من آهنگ دارم میخونم حاجی. دوستان بریم موتور رو روشن کنیم. 66 به مولا. الان دارم میگم واقعا بیاد مولا موتور رو روشن کردم دارم یخ میکنم. یعنی یخ نمیکنم، یخ ای خدا یخ نکنم. کمک بودی به من میدهی دنده رو خلاص نکنم. یه 66 ما رفتیم سمت خونه دیگه. یخ کرد و ای خدا سمت راست به بالا. الان یه چاله چونه اینا میفتیم. یه چاله آقا شب زیاد هیجان انگیزی نبود. من گفتم الان 2 تا خفگیر میافتن دنبالم، بعد منم گازو تا آخر پر میکنم و البته نه، ولی 2 تا خفگیرم جلومون سبز نشد. شب ساعت 3:30 شبه. همین الان رسیدم خونه. بچه‌ها من بگیرم بخوام. شبتون بخیر. خیلی شب خیلی سپسی داشته باشید. خدا نگهدار. شبتون کیش میشی. تا ویدیوی دیگر بدرود.